حالتون چطوره؟ من شکلم خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید دیگه. دوستان این دفعه پر انرژی اومدیم که دیلس بازی کنیم و چالشمون به اتمام میرسه و میخوایم سگانه بزنیم. بس برو بریم سراغ ویدیو. دوستان سعی بکنیم باید یه بازی رو بکشیم به پنالتی تا شما عزیزان کیف کنید. صدای بازی رو به کم میکنیم. امباپه همین دقایق اول جلوی چیز رو گل در دقیقه 3. کیلیان امباپه یه شوتی که آرسنالی ها رو غافلگیر میکنه. امباپه یه دریبل میخواست بزنه، توپشو میزنن، توپ سرگردان وینیسیوس جونیور به گل نمیتونه برسه. حالا اشتباه میخوان انجام بدن یا نه؟ اشتباه نمیکنن آرسنالیا توی این دقایق. هالند شوت خوب میرسه، وینیسیوس سرعت بالاش. حالا ادامه دریبلش بد بود اما خوب دوید و زحمت قشنگی کشید. وینیسیوس جونیور توپ قطع میکنه به راحتی. حالا وینیسیوس با سرعت جت پکی که داره دنبال توپه. فندایک میده اینور. حالا امباپه همه رو غافلگیر میکنه. کیلیان امباپه دوستان حتما مانکرافتم میخوایم بزنیم امروز. یه دست اشتباه بعد از تیم ما. کروس توپا میگیره، از همینجا میخواد اقدام شوت زنه کنه، دستشو میخونن و پاشو میزنن. از یه بار دیگه همون بازیکن روی مودریچ خطا میره. مسی از همونجا با قدرت و سرعت میزنه اما دروازه‌بان خوب آرسنال میگیره با کیفیت این دروازه‌بان. و خطا که بد، خیلی بد از ادر میلیتائو رو دیدیم. یه خطا خیلی بد. حالا یه اشتباه بد یا میتونن جبرانش کنن. حالا امباپه با تلاش میخواد بره گل بزنه. یه پله عالی، یه ذره میچرخیدیم ورتر قطعاً به پیروزی راه پیدا میکرد. دوستان ببینیم میتونیم رئال رو سوراخ کنیم یا اینکه خیر. بازی بعدی با رئال در فینال برگزار میخواد بشه. پاس میرسه مسی میده به حکیمی، تنها بازی کنی که حالا ادمی تا خطا کنه کارش تمومه. کروس یه کار بعد. اشرف حکیمی. حالا حکیمی خوب میزنه این بار میرسه به توپ، میده هالند، ریباند و داد. هالند از همونجا با قدرت از پشت محوطه جریمه. دوستان ایلکای گوندوگان اومده آرسنال. توی الان آرسنال. حالا یه اشتباه بعد از ویرجیل فندایک که گل نمیشه. اشکا یا حالا اشتباه بعد از بازی کنیم ما. دروازه‌بان توپو میگیره، شوتش خوبه، میرسه، دفاع نداریم. محمد صلاح روی اصحاب بازی کنی آرسنال رفتن برای این محمد صلاح راحته.
امباپه یه خطایی بعد ربات نده امباپه. حالش خوبه کلیان. میخوان بسپارن به این بازیکن کسی نیست جز تونی کروس. میخواد قدرتی بزنه. حیف این شوتا گل نمیشه. محمد صلاح در عقب دروازه‌بان کار میکنه. گلر تیم، کاپیتان تیم اومد جلو. اشتباهش گلو میخوریم. اشتباه کردیم و گلو خوردیم. اما هر کاری میکنم تا بزنیم گلو. یه اشتباه بد حالا از اون هاست. چرا اون گل نشد؟ باید بزنیم دوستان ما. بذار برسون. لامصب دروازه بانوسو پیولو بد میزنه. یه خطای بد روی هالند اخراج میشه. یکی از بازیکنای پنالتی زنه فکر کنم این ستاره. از همونجا کروس کورنلو از کجای زمین آخه میگیره. اینه بر ستاره یه کله قشنگ و گلو میزنیم. دوستان من گفتم نمیبازیم. این بازی رو نمیبازیم. این بازی برای ماست. حق ماست این بازی. سلاطین حق ماست. و یه بازیکنمونو من میخوام ارتقا بدم. میره وینیسیوس سطحش نمیره بالا. 4 تا هم حتی بدیم به هول دیبروینه و آقای دیبروین، بازیکنی که کارش خوبه رو ترکیب اضافه کنی. حالا این جام دوستان یه لحظه وایس. میخواستم دوستان عکس بگیرم که نشد تا بذارم توی ادیت ویدیو و تا بتونید قشنگ ویدیو رو. حالا تو دقیقه 1 مصدوم بدبخت شدیم دوستان. حالا توی دقیقه 1 مصدوم شد. حالا یه اشتباه بد. ناپولی ها میخوام پیروز زمین رو ترک کنند. با این خطای بد قدرت بدنی بازی کنه ما کم میشه. چون تیم ما بدون تمرین اومدیم بازی رو انجام بده. ریکاوری نداشتش تیم ما. محمد صلاح نه این کار رو انجام نمیده. یه اشتباه خیلی بد. مسی جبران میکنه این همه تلاش و زحمت بازیکن‌ها رو. امباپه چه پاسی میدم به کلیان. ای کرسلاح دوستان. صلاح رو یه اشتباه بد. من با خودم تمام با امباپه بزنم بره. اینا احمق حمله دارم. دو تا احمق مدن حمله بزاز آقا مسی ها همه احمق. ببین دیگه این وجه گل کرده. گل کرد. دروازه بازیشته لا 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 لا. خب حالا یه پله عالی از تونی کروس که جواب نمیده. با سرعت کم کروس اشوکس نمیتونه این کارا رو تموم کنه. باید با دیبروینه بزنه و شوت آخر رو با کروس. پاهای کروس رو بدم به دیبروینه و سرعت توپو میندازه جلو تا فریب بده بازیکن‌ها رو. یه کله
از همونجا یه قیچی برگردونه عالی. چه قیچی میزنه این ستاره دوست داشته تونی کروس. تیم ما یکی جلو هست. اشتباهشو جبران کرد ادر میلیتائو تا دیگه تیمش بیچاره نشه و با خوشحالی بتونن این بازی دوست داشتنی تک کنن. حالا اینور کروس کارو میخواد در بیاره. وینیسیوس از وسط در دقیقه چند 48 یه لحظه نداشت آب راحت در نیمه دوم سر مربی ناپولی بخوره و خطای بعد از مسی کارت دارین. تو خطای بعد مسی چی میندازه برای اما صلاح، اما ارزه صلاح کمه. مثلا تو کامنتو میخوام ببینم هرچه بیشتر این کامنت رو داشته باشه میتونه بیاد و آیدیشو بده و یا اصلا این نفر بیاد آیدیشو بده. آموزش هر سه برنامه بخواد من براش میذارم و تا شما هم بفهمید. حتی آموزش یه فیلتر خیلی خفن و تک رو که کسی تا به حال از اون فیلتر که فیلم نذاشته رو میخوام بذارم تا شما برید نصب کنید و حالشو ببرید. ای کرمسه مسی اشتباه میکنه و دیگه اشتباه. امباپه چه خوب میگیره این توپا رو. امباپه وسط نباید بزنه. فوق ستاره کیلیان فندایک. حالا مسی میخواد با عقب کار کنه اما ناموفق در کار کرده ما عقب. اشرف حکیمی سرعت بالاش بازی رو باز تو دستاش میگیره. از همونجا شوت زد آفساید. نمیذاره تا تونی کروس از وسط زمین به گل پاش باز بشه. امباپه فریب میده اما تو نمیتونه برسه به توپ. یه خطای بعد کارت داره و یا کانسلوی که میاد و سریعا کارت میگیره. دوستان من دقیقه 90 رو ویدیو کات میکنم. الان کات کنم بعد پیروزمون رو. خب دوستان به این نتیجه پیروز شدیم. ببینیم به ساعت چنده. اینو پچو بزنیم. حیف میشه این پچ. خواهی رو چیز کنیم. اسم شهر علی پروی که زده تو چیز تهران همشهری هستیم با علی پرو. حتما علی پرو رو دنبال کنید دوستان. فیلم های خوبی میذاره و آموزش های کلاف هرچی بخواید میتونید بهش بگید و براتون بذاره. حتی به منم بگید اما در مورد کلاف نگید براتون میذارم. آفساید یقه امباپه رو گرفت و یه گل قشنگ زمینی به چپاریز بالاگا که روی یه اشتباه بعد که به ما پاس داد گل میخوره. هم میخوام دوستان یه دونه با رئال نه رئال اما اونجوری کنم نه. امباپه
توپشو خوب زد، اما مسی با خطو کارت زردی که مسی میگیره. تا آخر بازی باید آروم بازی کنه که موقع کارت نگیره و اخراج شه، چون تیم ما وضعیتش خراب میشه. توقف فنداشم با عقب‌تر و میرسه یه لحظه اشتباه بعد مدافعان تیم ما به راحتی و به دفاع با غیرت پا رو جمع میکنن. محمد صلاح سرعت خیلی بالایی داره، برس صلاح برس تو ورزشگاه. در ورزشگاه تیم ما هست، چون بازی قبلی در ورزشگاه رال برگزار شده بود. این مالی تو ورزشگاه چپا میاد جلو، اشتباه کنه حتی تا دروازه‌بان اومدن جلو رو چپا موفق بوده. امباپه می‌خواست یه تریپ سر گم کنی بزنه که نتونست. حالا تئو خطایی میدن روش، نه کورتوا اینجوری گل نمیخوره، خودشو اثبات کرده سی با کورتوا تیم ما. حالا کاپیتان دانیل کارواخال سانت کشه، نمیذاریم سانت بکشه. گل دومو میخواستیم بزنیم که سوت به صدا در اومد. حالا امباپه باز هم رد گم کنه میزنه، اما دیفو محمد صلاح نمیخواد توپ بگیره. انگار بازیکن اشکس از محمد صلاح زیاد راضی نیستند. شاید اشکس و هواداره اشکس اصلا از محمد صلاح واقعا راضی نیستند. امباپه چه خوب زد، اما توپی که نمیره. یه کله خوشگل حیف این کله ها که به بیرون میره. امباپه رد گم کنی بفرم. دوستان ببخشید من ویدیو رو کات کردم، یه لحظه گوشیم زنگ خورد. دوستان حالا رئال با خسلو، حالا امباپه توپش ها میزنن و مدریس هم میخواد انتقام میگیره و میگیره انتقامشو. دروازه خالی، امباپه از وسط زمین به خوبی میزنه این توپ از وسط زمین، که نه نزدیک های وسط زمین. به چه گلی میزنیم به رئال پاره میکنیم واقعا. حالا یه بار دیگه خود امباپه شوتشو زد. مسی میخواد بره گل بزنه چون میتونه. این ستاره بیلینگام میرسونه به آنتون گریزمان میگیره، کورتوا میگیره. هواداره اشکس خوشحال بدون گل خورده. یه دیری پالی، یه شوت بعد از مسی، اشتباه نمیرسه. یه ذره وقت تلفی واسه میدیم برسه یا علی.
نمیرسه. سگانه میزنیم دوستان، سگانه رو تا اینجا زدیم و قهرمان برای خودمون خواهد بود. قهرمانی اشتباه بد، اشتباه خیلی بد. در دفاع نیستند، دریبل نمیخورن روی اشتباه شوامنی. رئال نمیتو. حالا تیم ما اومده جلو، میخواد گل سه تا رو بزنه، تموم میشه الان. و قهرمان این جام برای خودمون میشه، سگانه‌ای که میبریم. خوشحالی تیم ما و قهرمانی. چقدر خوشحالن، چقدر ستاره همون خوشحالن برای اینکه سگانه تونستیم بزنیم. و بازی های بعدی هم براتون فیلمشو میگیرم. دوستان عزیز، طولانی ترین ویدیو کانال بود. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و فالو یادتون نره. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.